بچه ها سلام، خوبین؟ بعد عمری امروز تصمیم گرفتم که بیام بیرون. چه منظره قشنگم برای شروع ولاگ انتخاب کردم. کلی تا الان راه اومدم، بعد خسته شدم، گفتم یه خورده بشینم روی نیمکت. از این طوری هست. هیچ کسی رو از روی ظاهرش و چیزی که میبینین یا چیزی که نشونتون میده قضاوتش نکنین، چون آدم ها خودشون انتخاب میکنن چی و نشون دیگران بدن. یه نفر داره میاد که خیلی عجیبه، سرش جعبه داره. داشتم میگفتم که آدم ها خودشون انتخاب میکنن چی نشون بقیه بدن از زندگیشون. خب من به شخص انتخابم همیشه این بوده که حسای خوبم و چیزایی که دوست دارم و نشونه بقیه بدم. کسی هستم که غمام و ناراحتیام و مشکلاتم و نمیام با بقیه سهیم شم. دوست ندارم حس بدی به کسی بدم. در نتیجه الان مثلا شما اگه برید اینستاگرام من نگاه کنین، من خب اکثرتون اونجا اومدین دیگه، میگین چه خوشحاله، چه شاده، چه رنگی رنگیه، چه خرید میکنه. خب زندگی من که این نیست که. منم مثل هر آدم دیگه ای هزار تا مشکل دارم. شاید خیلی بیشتر از یه آدم معمولی داشته باشم مشکل، و خب اینا رو نمیام بگم، نمیام نشون بدم. میخواستم اینو بگم که به هیچ کسی نگید خوش به حالت، خوش به حالش. این یکی از بدترین جمله هایی که میتونین به کسی بگین، چون شما حال اون رو نمیدونین. خب در نتیجه نمیدونین که واقعا خوش به حالشه یا بد به حالشه. و اگرم که یه لحظه خوش داشته و اون اومده مثلا با بقیه سهیم شده، به اشتراک گذاشته، یه عکس ازش گذاشته، یه ریل، ویدیو، شورت، چه میدونم، ستوری، هر چی که میخواد باشه، خب این دلیل برای این نمیشه که این خیلی خوشحاله، حالش خوبه، اصلا همه چی توپه. اگر اون خوشی رو اومده شیر کرده، خب شما با گفتن اون خوش به حالت دقیقاً حال اونو خراب میکنین. چون که ببین چقدر آدم میخواد رد شه، خیلی با شخصیت بود این خانم، اصلا برنگشت نگاه کنین، مرسی آبی هم پوشیده بود. اون حال خوشش رو خراب میکنین که میگین که آخ آخ آخ. ببین یه نفری که اون لحظه خوشحال نبوده، مشکل داشته، من باعث شدم فکر کنه که فقط اونه که مشکل داره و حالش خوب نیست، و من حال بد اونو بدتر کردم با نشون دادن یه لحظه خوشم. و اون خوشی هم که خودم داشتم مثلا آشغال شد، رفت سطل آشغال، پودر شد، رفت هوا و نابود شد. مطمئن باشین هیچ کسی نیست که دستم شکست، چقدر این سنگینه. هیچ کی نیست که 100% حالش خوب باشه، خوشحال باشه تو دنیا و ما بخوایم که بگیم آخ کاش من جای این بودم. نه، هر آدمی در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات خودشه، در حد خودش. هر کسی میگم در حد اون زندگی خودش دیگه، که ممکنه اون مشکل برای من و شما مثلا خیلی کوچیک باشه ولی برای اون فرد بسیار بزرگ و دردناک باشه. نگید خوش به حالت، به هیچ کس نگید. اینم بگم در این 2 ماه چقدر این سنگین دستم شکست. در این 2 ماه اخیر من خیلی روزهای سختی داشتم، خیلی خیلی زیاد سخت. شبی مثلا شاید 2 یا 3 ساعت خوابیده باشم. کلی وزن کم کردم از شدت غصه و استرس. الان گریه میکنم؟ نه گریه نمیکنم. نه من نمیخوام گریه کنم. گریه نمیکنیم، گریه نداریم. مسلط باشید به عواطف. اوکی. با گریه بیدار شدم، با گریه خوابیدم. روزام خیلی سخت بودن ولی من قویم. برو بریم. قبل از اینکه بریم فوتجم دیدم، یه نگاه انداختم بالا، اولیش بود دیگه. دیدم که چقدر قبقبی بودم و همش اینجوری کردم حرف زدم. خواستم که تصحیح قبقب کرده باشم.
میکردن اینا الان داشتن با ماشینشون از اون بان میرفتن و داد میزدن و یک روز عادی در خیابان دیگه. برو بریم. تقریبا پاییزی شده، تقریبا، نه کاملا. یه کوچولو خنک هست ولی وقتی آفتاب میزنه تو سر آدم واقعا غیر قابل تحمله. من متاسفم که ژاکت پوشیدم، نباید ژاکت پوشیدم. مینویسن آلومینیوم 304 اون صحبت ها همش کشکه، نخرین، اصلا حفظ دما نداره، فقط خوشگل. من هر گوشه‌ای که امروز رفتم خب دوربین دیدن دستمه. و میشه از مامی عکس بگیری؟ گوشه خودشونو میدن ها. از یکیشون گرفتم، بعدی رو اینجا دیدم خیلی خلوته، گفتم نه، پسر جوونی نه من وقت ندارم، شرمنده. عکاسی با وقت قبلی فقط. آقا باغونه انقدر باحال داره آواز میخونه. صندلی غول پیکرانه. آخه بچه ها، توصیه ای از من به شما، توصیه خواهرانه، هر وقت حالتون خوب نبود، حتی با خودتونم قهر بودین، اعصابتون داغون بود، بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که بیان بیرون پیاده روی، برای خودتون زمان بذارین و سنگاتون رو با خودتون وا بکنین و از طبیعت لذت ببرین. خیلی حالتون بهتر میشه. نمیتونم بگم چقدر بهتر میشه. این پشت درخت پاییزی هست. یا اگه اهل پیاده روی و طبیعت گردی و اینا نیستین، اون کاری که همیشه جواب داده روتون و حالتون رو بهتر کرده همون رو انجام بدین. میدونی خارجی ها میگن do more of what makes you happy. خیلی درست میگن. دقیقاً باید این کار انجام بدین. من امروز صبح اصلا داغون ابری بودم، ولی اومدم بیرون، یعنی خودم رو به زور بلند کردم، آماده شدم، اومدم بیرون. چقدر این دوربین سنگینه. با اینکه خیلی کوچولوه ولی سنگینه. من عادت ندارم. خودم رو به زور بردم بیرون و خیلی خوشحالم این کار کردم. اینکه آدم تنهایی به خودش زمان بگذرونه خیلی زیاد مهمه، که به همه چی فکر کنه. کلا حالا من کسی نیستم بخوام بهتون نصیحت بدم و فکر نکنین اینم خودشو میگیره، فکر کرده کیه داره واسه ما نسخه میپیچه. نه،
فقط چیزی که تجربه شخصیم بوده و همه این سالها خیلی جواب داده تو سلامت ذهنیم و این صحبت ها و من باهاتون در میون میذارم، به اشتراک میذارم. اینکه آدم با خودش زمان بگذرونه، تنهایی و فکر کنه، به همه چی فکر کنه، خب خیلی مؤثره تو زندگی آدم. کلاغ از بیخ گوشم رد شد. من خیلی از کلاغا میترسم. خلاصه که خودتون مهربون باشین. اولین کسی که باید دوستتون داشته باشه خودتونین. اگه خودتون با خودتون مهربون نباشین و به خودتون نرسین، خب کی میخواد بهتون برسه؟ به من بگید. هیچکی دیگه. به هر حال ما مجبوریم این عمر رو سپری کنیم و این زندگی رو به آخر برسونیم. پس باید کاری کنیم که تا جایی که میتونه قابل تحمل تر بشه برامون دیگه. که از منبر آخ میام پایین. اگه تا اینجای ولاگو دیدین به من بگین تو کامنت ها چند رنگ مختلف از این گلا دیدین. پاییز. من اصلا دوست ندارم مهربان آذر تموم شه. یعنی میتونم بگم از زمستونم بیشتر دوستشون دارم. میدونین چرا؟ از زمستون بیشتر دوستشون دارم. میدونین من چقدر دیوونه برفم؟ برای این که میدونم زمستون پشت سرشون قرار بیاد و یه چیزی دارم که خیلی بی‌صبرانه منتظرش باشم و میدونم که مثلا روزای خوشگل از نظر مود هوا تو راهن و دارن میان و هیجانشون دارم. هر روزی که میگذره میگم نه 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 تابستون داره یه روز دیگه بهمون نزدیک میشه. چون من از تابستون خیلی بدم میاد. خیلی گرمه و غیر قابل تحمل و خیلی گرمه. همین الان که من این شکته رو پوشیدم و هوا فکر کنم وایسید ببینم. Siri, how's the weather? It's currently clear and 22 degrees. Expect cloudy skies starting tonight. Temperatures 22 degrees. یعنی الان 22 درجه است. من در حال خفه شدنم. دیگه ببین شما تابستون چه وضعیتیه. خیلی دوربین سنگینه. تو کامنت ها بهم بگین. چند بار گفتم دوربین خیلی سنگینه. باتری دوربین تموم شد، کارتش هم کلا پر شد و دیگه اینجا به بعد با گوشی هستیم. اینجا رو من خیلی دوست دارم. بعد یه سوال دارم، این کلاغا چرا پرواز نمیکنن؟ همیشه رو چمنن، همیشه رو زمینن. من هر وقت که میخوام تو پارکا را برم یه کلاغ حداقل جلو پام سبز میشه. ببین اصلا پرواز میشه. چطوره؟ الان میزنم همین. میگه بریم برو اون ور، اینجا خونه ماست. اونا میگه نمیرم. ببین چاقو خونه کشید نکنید. الان میان منو میزنم. پرواز کنیم. ببین شما بال داریم. میدونستی که بال داریم و میتونیم تو آسمون باشیم و هر جا خواستیم بریم. مثلا بریم شمال الان. آفرین پرواز کرد. میخوام برم این تو، من که نخوام، ولی از این کلاغه میترسم. میدونی؟ میشه بری؟ آفرین آفرین.